سلام عزیزان همراه کانال مارکوپولو. دوباره اومدیم با یه ویدیو جدید راجع به مرگ‌های عجیب. اما این بار مرگ‌هایی که تو دوران نزدیک و با دلیل و سند و مدرک و قطعی ثبت شدن. این ویدیو به ظاهر موضوع تلخی داره، اما چه کنیم که مرگ اجتناب ناپذیریه، شطوری که در خونه هممون میخوابه. واقعا مرگ خیلی عجیبه و هر لحظه در کمینه و ممکنه هر آن فرا برسه و زندگی رو پایان بده. اما ای کاش میشد بشه طوری زندگی کنیم که هیچ وقت نگران مرگمون نباشیم و بدونیم اگه قراره همین الان جونمون از دست بدیم هیچ کار نصف و نیمه‌ای نداریم و هیچ خورده حسابی با کسی نیست. خب دیگه بریم سراغ ویدیو. احتمال از دست دادن جون یک انسان توسط یک شهاب سنگ 1 در 62 میلیونم درصده. سال 2016 راننده اتوبوس هندی به نام آقای وی کومارج اولین مردیه که در طول تاریخ اسمشو به عنوان کسی که به وسیله شهاب سنگ کشته شده ثبت کرده. اون توسط یک شهاب سنگ که از آسمون به اتوبوسش برخورد کرد کشته شد. البته شاید در طول تاریخ شخص دیگه‌ای هم این اتفاق براش افتاده باشه، اما با عرض تأسف برای آقای وی کومارج، ایشون اولین کسی بود که به صورت رسمی و با دلیل سند و مدرک مرگشو به این صورت ثبت کرد. ملاس شیره چغندرقنده که طعمی شیرین، رنگی تیره، غلظت بالا و همچنین چسبندگی فراوانی داره. توی سال 1919 توی شهر بوستون آمریکا سیلی از ملاس راه افتاد. بله درست شنیده، سیلی از ملاس. وقتی یکی از مخزن‌های ذخیره ملاس در یکی از کارخانه‌های این شهر ترکید، سیلی از ملاس در خیابان‌های شهر بوستون راه افتاد و با سرعت حدود 56 کیلومتر در ساعت شروع به تخریب و چسبیدن به هر چیزی که سر راهش بود کرد. توی این حادثه بیشتر از 20 نفر فوت کردند. همچنین این تراژدی با ترانه‌ها و داستان‌های بسیار زیادی به تصویر کشیده شده و بخشی از فرهنگ محلی این منطقه شده. جایزه داربین جایزه‌ای که به افراد با خاطر مرگ‌های احمقانه تعلق می‌گیره و آقای گری هوی که یکی از مشهورترین حقوقدان‌های تورنتو در کانادا به اسم میومد، توی سال 1996 این جایزه را از آن خودش کرد. اون که یک روز با همکاراش توی مرکز فضایی تورنتو جمع شده بودن برای اینکه اثبات کنه ایمنی پنجره‌های ساختمون بالاه و شیشه‌ها نشکن هستن، دست به کار عجیبی زد. اون خودشو با شدت به پنجره کوبید و از طبقه 24م به پایین سقوط کرد. البته اون قبلا این کار رو چندین بار تکرار کرده بود. خب هرگز دچار این آسیب نشد. اگر از ویدیو خوشتون اومده لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. ما رو به دوستانتون معرفی کنید. در 27 فوریه سال 2012 توی یکی از بیمارستان‌های آمریکا اتفاق عجیبی رخ داد. هربرت وارد 70 ساله که به خاطر ناراحتی قلبی تو بیمارستان بستری شده بود، به صورت عجیبی جون خودش رو از دست داد. نیمه‌های شب بود که پرستاران صدای بلندی از اتاق آقای وارد شنیدن و با عجله خودشون رو به اتاق این بنده خدا رسوندن. اقدامات اولیه برای نجات این پیرمرد انجام شد، اما علائم حیاتی اون برنگشت. ماجرا از این قرار بوده که آقای وارد برای استفاده از سرویس بهداشتی میخواسته نصف شب از تختش پایین بیاد، اما به دلیل تاریکی و خواب‌آلودگی سقوط کرده و جونش از دست داده. و جالبه بدونید مطابق آمار هر ساله 450 نفر در آمریکا بر اثر افتادن از تخت جونشون از دست میدن. تامی کوپر وقتی به دنیا آمد کسی فکر نمی‌کرد که زنده بمونه، اما اون زنده موند و تبدیل به فردی بسیار معروف و تنومند شد.
اون کمدیانی بود که اجراهای موفق بسیاری داشت و طرفداران فراوانی. در سال 1984 اون مشغول بازی تو نمایشی بود که دچار یک حادثه شد. توی این نمایش ناگهان دچار تنگی نفس شد و به زمین افتاد. اما اون چیزی که این مرگ در زمره مرگ‌های عجیب قرار داده اینه که وقتی روی صحنه قصد داشت مردم رو از این اتفاق با خبر کنه و از اونا کمک بخواد، تماشاچی‌ها فکر کردن که داره نقش بازی میکنه و براش هلهله کردن و تشویقش کردن. در حالی که اون کمک میخواست و داشت جون میداد، اونا از خنده روده بر شده بودن چون فکر میکردن داره نقش بازی میکنه. در حالی که یکی از همکارای اون متوجه شد مشکلی وجود داره و با اورژانس تماس گرفت. نمایش روی صحنه بدون نقش اصلی ادامه یافت و تلاش‌ها برای به زندگی برگرداندن نقش اصلی در پشت صحنه بیفایده بود. بله، به انتهای یک ویدیوی دیگه رسیدیم. امیدوارم این مجموعه شما رو راضی نگه داشته باشه و از مطالب داخل کانال لذت ببرید. به شخصه امیدوارم طوری زندگی کنم که مرگ هیچ وقت منو نترسونه و وقتی مردم خاطرات خوبی از خودم به جا بذارم. البته هنوز کارهای زیادی برای انجام دادن دارم ولی خب مرگ حقه. هدف من از تولید محتوا و موضوعات این کانال در ظاهر سرگرمی دونستنیه. به شخص خودم بعد ساختن این ویدیو برگشتم و به زندگیم یه نگاه کوتاه کردم و تلنگری به خودم زدم که ببینم چه کار کردم و چه کار قراره بکنم و اولین تلنگر این ویدیو به خودم. به هر حال امیدوارم از این ویدیو خوشتون باشه. لایک، کامنت، سابسکرایب فراموش نشه. ما رو به دوستانتون هم معرفی کن.